خوب بذار ببینم بلک میس وکانگ دانلود شد یا نه. فایلاش یه ها کجا ببینم. خب اینا رو استرک کنم ببینم خودش گذاشته چه قراره. این استرکت هم شد. حالا بذار چرا اینجوریه؟ چرا هیچی نداره؟ خوب بذار برم یه نگاهی به سایت بندازم. هنوز کرش بازی نیومده. کرش حالا خودتون بفهمید دیگه، چون نمیتونم اسمشو کامل بگم تو یوتیوب. نمیدونم چرا دارم آهنگ میخونم ولی آره وقت ساختن یک دونه ورده. Oh shit. Here we go again. قافله دو فیفیل پیک فیزیز جامز نمیدونم NGFLN کرافت. خوش اومدید. سوروایول اینا میذاریم. این چی بود؟ کامند لایک اکسپریانس فکر کنم کامن بود. نمیخواد آف کنم. خواب یکم بازی طبیعیه. فکر کنم همین بود. یکی بود شب میکرد خیلی خوب بود. شبش خیلی قشنگ بود، دوست داشتم. آره احساس میکنم قرار ماینکرافتم یکم بسوزه تو این. با شیدر دارم ریکوردش میکنم ویدیو. یکم ملو شروع کنیم، این خیلی بهتره. خب بریم. یه سولاخ گنده. موقعی که آخرین باری که نگاه کردم تازه همونم کامل دقت نکردم چیا داره چیا نداره. موقعی که چی بود اسم یارو؟ اسم این چیزه چی بود؟ این قوله. خلاصه همون دیگه براتون تو ادیت میذارم، یادم نیست اسمشو. همین راهو میریم تا برسیم به یک جای خیلی خوب و عالی. آب زلولی دور هرم. احساس میکنم با این کاری که من داشتم کردم بیشتر داشتم زور میزدم. بنده خدا اسهال بود. سلام گوسفند. اوی نگاه کن. الان کاری میکنم بهم نگاه کنی. اینجا گوسفند هوی. چی شد تبر اومد دستم نگاه کردی؟ به پشمت نیاز دارم. کیر منم نیستی. ببخشینو. با زور هارد زامبیا درمون میذارن. فهمیدی؟ و بمیر. سلام آقای اختاپوس. ما بهت نیاز داریم آقا جان. بخی بیا. قبلا بازی بیشتر اختاپوس داشت. یافتمت. سلام علیکم. یه رنگ سیاهی به ما بده دیگه. آره داداش قربونت برم. الان خفه میشم. داشته دقیقه است اینجا. آره رنگ سیاه دوست دارم. رنگ سیاهمون رو دریافتیم. به 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 به. میذارم اینجا. چرا دارم فرینه سرود رنگ خاصی بده. حالا شب در امانیم. حالا بریم چرت و پرت جمع کنیم یه خونه. بذار یه جا پیدا کنیم بسازیم. الان احساس میکنم زوده داریم چوب جمع میکنیم. پشمام چه نور داریم درخته اصلا منطق. بریم دنبال یک کمی چیز میز، یعنی پنیر منیر. دنبال درخت بریم یکم درخت بزنیم. آره بذار درخت ها کجا؟ بیا اینجا درخت
تو اینا شب داره میشه اصلا. میگم ماد این شیدر خداست، اصلا خیلی دوست دارم این شیدر شبشو. اصلا نگاه کن تو خدای شبشو نگاه کن تو شب این شیدر، نگاه چشات داره با چشات داره بازی میکنه. هی باید با این شب خداحافظی کنیم بخواب صبح شه. زامبی هم داره میاد. بخواب داداش بخواب. سلام. آتیش بگیر. آره زجه بزن. پافیوز. آره خب این ور میریم فعلا اون ور میذاریمش. داداش نزدیک پزدیک ما نیایو. این ور میوران نبینمت خلاصه دی. بذار بریم این درختان رو بکنیم. اینجا درخت خیلی کم داره. باید یکم درخت بیشتر بکارم اینجا، چون اینجا واقعا درخت کم داره. اینجا رو یکم صاف کنیم و اینجا رو یکم صاف میکنیم. بریم همینجا خونمون رو بنا میکنیم. ما بیا داداش بیا برو این تو بپز بذار ما از مزیت هات استفاده کنیم. سنگ جان داداش بذار یکم یه نوع تنوع داشته باشیم، حداقل با چوب نسازیم خونه رو کامل. آره داداش نمیدونم چرا ولی آره یه چیزی میسازیم دیگه. یه چرت و پرتی سرهم میکنم اینجا میسازم دیگه فعلا برای خونه. آخ به دلم میخواد بشینم تا هم صبح به این شب نگاه کنم. چی گفتم؟ تا هم صبح به این شب نگاه کنم. بذار این دوروبر رو یکم چیز کنیم ما بسپان نشه. شباش چقدر تاریکه، چی دیده نمیشه داداش. یکم چیزتر باش با ما، ملوتر باش داداش، چی نمیبینم. خوبه خوشت در خب نگاه اونجا چوب گذاشتیم اینجا هم میذاریم. 1 2 3 4. حالا ببینیم اینا چقدرش پخت. همش 16 تا پخت از اون موقع. من همه گذاشتم تو 16 تا کلا پختی. همین شکلی. یکم حداقل شکست. تو بیل سنگی بود دیگه، چه توقعی داریم. با همین 34 تا یک از اینا میسازیم. حالا دیوارها رو فعلا پر میکنم. دیوارها پرشید. خیلی هم کم میارم، کم میارم واقعا کم میارم. آی درد داشت. این همه سنگ جمع کردم همینقدر بود. البته خیلی هم جمع نکردم، یه استک هم نشد، ولی اینا بده من میخوام چیز کنم داشت. یکم باید برم سنگ جمع کنم زیاد. بریم دیگه سنگ جمع کنیم. آره میکنیم به جنگ کردن سم. جنگ کردن جمع کردن هم نه، جنگ کردن منطقیه داداش. آره یکم سنگ همینجا جمع میکنیم با همین دوتا کلنگ تا بشکنه قشنگ جر بخوره، قشنگ پاره بشه. خب اینم یعنی از این یک 3 استک و خورده جمع شد. امیدوارم این کفاف کار ما رو بده. دیگه باید بده دیگه، خدایی باید بده. اگه نده دیگه من نمیدونم باید از کجا برم بیارم. بیاد بذار حداقل یک کلنگ دیگه، یه پیککس دیگه بسازم. هی میگم کلنگ مثلا برم یکم شن بیارم تاخته. حداقل یه 4 تا شیشه هم بسازیم. شیشه جنس ناب، اصل بازار، شیشه طبیعی تهیه شده از فیلم بریکینگ بد. بریکینگ بد. آره داداش همینا بس. بریم یک غذایی هم درست کنیم. از این فرنیسایی که غذا داشت
چیزی درست میشد دقیقا؟ یه فرنیسایی بود غذا درست میکرد. کوش کجای داداش؟ یه دونه از اینا درست کردم غذامون سریعتر درست شه. آره دیگه همینه که هست. و غذا ما سریع درست شه. ما غذا لازم داریم، به غذا احتیاج داریم. ما نظرم تا وقت همینا رو بچینیم آجی. همینا رو میچینیم تا وقت ببینیم به کجا میرسه. امیدوارم کم نیاد دیگه، ناموسن کم نیاد. من حوصله جمع کردن ندارم آقا جان. کم نیاد. میفهمی کم نیاد یعنی چی؟ کم نیاد. ایشالله که کم نمیاد دیگه. آره سنگام تموم شد. نه باز باید برم جمع کنم. دفتوش نه برم جمع کنم باز دوباره. ای خدا ای خدا. ادو بلاک بود در دیگه نه؟ آره اینو میذارم اینجا، اینم اینجا. ماسمالی به این میگن قشنگ. چرا این ریختی رفت؟ نه سنگ لازم داریم. هنوز سنگ بده. سنگ بده که بازم کم میاد. باید برم جمع کنم. توف توی زندگی. یه دونه در میسازیم. عشقی ها عشقی. میذاریم هم اینجا در خونه. خدا همین در به معنای واقعی خونه ما تکمیل آقا جان. پشتش هم چوب میکاریم. باید چوبم در خونه کار بشه دیگه نه؟ نخیر. خب اینجا رو میکنیم پنجره. آره داداش خونه ما پنجره هم داره. آره مدیونی داره فکر کنید من به این بلاکستونا احتیاج دارم و دارم شیشه میذارم. البته بازم شیشه ها رو کندم دیگه. برحال بازم اینا هم زحمت داشته دیگه. نداشته؟ داشته دیگه. اینا رو اینجا میذاریم. آره بقیه بلاک ها رو میذارم اینجا. اینجا رو هم میکنم تمام شیشه که آره بلاک شیشه همون هم ته کشید. پس باید بریم بازم شیشه هم بذاریم. زیاد فرق به حال ما نمیکنه. باید کلا صبر کنیم. تنها چیزی که نمیخوام انجام بدم تو این بازی صبره. Many months later. همینقدر بسه برای فعلا. من برم این بالا رو هم بذارم. سنگار میذارم و آره داداش سنگار رو میذارم و عشق کنید. عشق. عجب خونه ای دارم. کف چمنی. آره طبیعی زندگی میکنیم. طبیعی رو چمن میخوابیم ما. البته ما تخت داریم حقیقتا رو چمن نمیخوابیم، ولی دوست دارم اینجا شبیه زمین فوتبال باشه. نظرم آجی. یه دونه شیشم پخت. خونمونم درست شد بالاخره. نگاه این الان دروازه است. اینم توپه. واسه یکم توپ بذارم اینورتر که بگم مثلا این توپ. این توپ. آره دیگه یکم تو بازی کنیم. تو بازی همون شد. این بود از خونه منو اولین قسمت ماینکرافت. و اگه خوشت اومد لایک و ساب کامنت یادت نره. پس تا پارت بعدی خداحافظ.